درود و مهر. این قسمت هوشنگ کی بود و آیا تونست خزروان رو شکست بده یا نه؟ شاهنامه اصالت ایرانی. قسمت قبل تا اونجای پیش رفتیم که شاهزاده سیامک به دست خزروان دیو کشته میشه و انتقامش رو کیومرث به نوه خودش یعنی پسر سیامک میسپاره. شاهزاده سیامک پسری داشت به نام هوشنگ که حالا دیگه برای خودش جوان رشیدی شده و جای پدرش رو برای کیومرث پر کرده و چشم و چراغ شاه شده. گرانمایه نام را هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به فرمان کیومرث لشکری از انسانها و حیوانات درنده آماده نبرد با اهریمن و گوش به فرمان هوشنگ میشن. حیواناتی چون شیر و ببر و پلنگ و گراز به همراه انسان و پری در کنار هم قرار میگیرن تا سپاه بزرگ هوشنگ آماده نبرد بشه. سپاهی که در جلوی اون هوشنگ و در پشت اون کیومرث ایستاده. پس پشت لشکر کیومرث نبیره به پیش اندرون با سپاه. نبرد بین اهریمن و شاه کیومرث شروع میشه. اما این بار به خاطر آمادگی و قوی بودن سپاه کیومرث اهریمنه که شکست سختی میخوره و در نهایت خزروان دیو هم به دست هوشنگ شکست میخوره و هوشنگ سر از بدن قاتل پدرش جدا میکنه و انتقام شاهزاده سیامک رو میگیره. با تمام شدن این نبرد و اولین کینخواهی شاهنامه و برگشتن آرامش به جهان، عمر کیومرث هم به سر میرسه و در کمال آرامش از دنیا میره. چو آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. و تاج و تخت پادشاهی میمونه برای نوه شاهنشاه هوشنگ. توی قسمت بعدی هم در مورد اینکه چطور شاه هوشنگ تونست تمام دنیا رو از اون زمان تا به الانی که ما هستیم رو از تاریکی نجات بده براتون تعریف میکنم. دلتون شاد و خیرت همراهتون.